سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که تو این ویدیو در کنار شما هستم و منو همراهی میکنیم. یکی از پرتکرارترین و بیشترین سوالاتی که توی این روزها چه تو فضای مجازی و چه تو جلسات مشاوره از من پرسیده میشه و مطمئنم که سوال خیلی از شما هم هست اینه که چرا ما یک زندگی عالی و معرکه‌ای نداریم؟ چرا به اون خواسته هایی که توی زندگیمون میخوایم و مد نظرمون رو توی ذهنمونه نمیرسیم؟ یا چرا اینقدر بی حال و بی انرژی و کسل هستیم؟ این سوالیه که خیلی از افراد از من میپرسن و من میخوام توی این ویدیو به طور کامل دلیلش رو برای شما توضیح بدم. ببینید، حق همه ما هست که یک زندگی عالی داشته باشیم. این که تلاش میکنیم به اهدافمون برسیم و یک زندگی شاد و پر انرژی رو داشته باشیم، ولی خب این اتفاق نمیفته. و یا اینکه یه فرد قدرتمندی باشیم که اگر وارد یک کسب و کاری میشیم یا رابطه‌ای رو شروع میکنیم انتهای خوبی داشته باشه و توی مسیر خوبی قرار بگیریم، ولی این اتفاق نمیفته. البته اینو بگم که مسیر موفقیت یه مسیر صاف و بدون چالش نیست و این یه چیز غیر ممکنیه که اگر ما چنین انتظاری رو داشته باشیم که اگر شروع به کسب و کاری میکنیم و میخوایم کسب و کاری رو راه بندازیم یا اگر وارد رابطه ای شدیم هیچ چالشی نداشته باشیم. نه، ولی اینم نیست که ما 7 روز هفته رو تلاش بکنیم و جون بکنیم ولی خب هیچ نتیجه‌ای نداشته باشیم، یا از زمانی که ما وارد دنیای کار میشیم هر روز تلاش بکنیم ولی خب هیچ نتیجه‌ای نبینیم. این واقعا سخته و ما رو اذیت میکنه. حق همه ماست که یک زندگی عالی داشته باشیم. حالا این زندگی که دوست داریم خب در جنبه‌های مختلفش ما حال خوبی رو تجربه کنیم، این زندگی چیه؟ این زندگی خیلی ساده است. این زندگی از 2 بخش تشکیل شده: موارد مثبت، موارد منفی. یعنی شما اگر کسب و کار دارید یا بخش مثبتشه که این کسب و کار خیلی رونق گرفته، درآمد عالی دارین، فروش فوق‌العاده دارین، یا نه این کسب و کار دائما با شکست مواجه میشه، به درآمدی نمیرسه، مشتری ندارین. توی رابطه هم به همیشه، یا یک رابطه خوب و عاشقانه و عالی رو شروع میکنید حالا در کنار چالش هایی که هست، یا نه هر بار رابطه هاتون به چالش های شدید میخوره و منجر به شکست میشه و دائما دارید تنهایی رو تجربه میکنید. تو بخش سلامتی هم همیشه، سلامتی هم یک بخشش مثبته، یعنی شما سلامتی رو توی زندگیتون دارید. یه بخشش منفیه، یعنی دائما دچار مریضی و مشکلاتی در زمینه سلامتیتون دارید. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ببین، توی این موارد مثبت و منفی تو حق انتخاب داری که کدوم یکی از اینها رو وارد زندگیت کنی. اگه موارد منفی توی زندگیت زیاده، یعنی کسب و کارت به مشکل میخوره، رابطه‌هات مشکل داره، سلامتیت، شغل، درآمدت دچار مشکل هست، تو داری جنبه‌های منفی رو وارد زندگیت میکنی. ولی اگر از سمت دیگه نه، زندگی ایدئالی داری، کسب و کارت خوبه، رابطه خوبه، توی بخش سلامتیت هیچ مسئله‌ای نداری، پس تو داری جنبه‌های مثبت زندگی رو وارد دنیا و اون زندگی خودت میکنی. ما توی اطرافمون توی همین شرایطی که هستیم خیلی از افراد رو میبینیم که خیلی زندگی خوبی دارن، خیلی شرایط خوبی دارن. پس از اینجا ما متوجه میشیم که حتی توی همین شرایط هم ما میتونیم انتخاب کنیم که موارد مثبت رو وارد زندگیمون بکنیم و انتخاب بکنیم که قسمت‌های خوب زندگی رو وارد اون حوزه کسب و کار یا رابطمون بکنیم. این ضرب المثل حتما شنیدید دیگه، میگن از هر دستی بدی با همون دستم میگیری. اگر به دنیا و کائنات چیزهای مثبت رو بدی قطعا مثبت هم دریافت میکنی. اگه موارد منفی رو بدی موارد منفی هم دریافت میکنی. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب من از کجا متوجه بشم که دارم موارد مثبت رو به دنیا میدم و یا موارد منفی رو میدم؟
از طریق افکار و احساساتمون. اگر زندگی بر وفق مرادت نیست، اگر خیلی چالش داری توی زندگیت، بدون که افکار و احساسات منفی رو داری به زندگی میدی و همونم داره وارد زندگیت میشه. اگر نه اوضاع و شرایطت خوبه، این نشونه اینه که تو افکار و احساسات مثبت رو داری به کائنات میدی و همون رو میگیری. پس تو باید از این لحظه به زندگی توجه بکنی و ازت میخوام الان برامون کامنت بذاری که تو توی کدوم جنبه از زندگی دچار مسئله هستی، کجای زندگیت خوبه و راضی هستی و اینکه به نظر خودت اگر بخوای زندگی تو یک آنالیزی بکنی کجاها این افکار منفی توی زندگیت بیشتر شده و این فکر منفیه چیه که باعث شده تو دچار مشکل بشی. و همین موضوع خیلی میتونه به پیشرفت زندگی تو، به حال خوبه و به جذب اتفاقهای عالی توی زندگی کمک بکنه. و حالا موضوعی که هست و مسئله‌ای که خب خیلی مهمه اینه که من چطوری و از چه طریقی دارم افکار منفی رو وارد زندگی میکنم. خودم متوجه نیستم. من تو بخش سلامتیم اصلا راضی نیستم و دائم دچار مشکلاتم. توی کسب و کارم دائم به بنبست دارم میخورم ولی نمیدونم چه افکار منفی رو دارم به زندگی میدم و خودم اصلا متوجه این موضوع نیستم. ازت میخوام ویدئوی بعدی رو حتما ببینی چون کامل در مورد این موضوع برات توضیح دادم. و اگر میخوای ویدیوهای این کانال رو که با این موضوع ببینی لطفا کانال رو سابسکرایب کن و اگر میخوای اولین نفر باشی که ویدیوها بهت نشون داده میشه لطفا زنگوله بالا رو روشن کن تا اولین ویدیوها که گذاشته میشه سریعا به تو نشون داده بشه. تا ویدیو بعدی منتظرت هستم.